سلام علیکم همدیگران عزیز. امروز 28 دکامبر سال 2024 قرار دارم در حولی خودم در نزد سیبی پینکلیدی در تک پیوندی M6 یعنی پولو کارلیکوی 4-5 متر می شود. این رو در هر یک 2 متر بینش قطار 4 متر شوندن در کار. من نفهمیده خیلی نزدیک شوندگیمو یک تاشو بعد میگیرم. این سیب این سیب می باشد. این سیبی پینکلیدی روزی گلوب می باشد، نه اینکه از کلونی همین کدگی نبیره همین. از این سیب ما خدا خواهد من روزی دینا باید پرواز میکردم ترکیه، لیکن از سبب کسلی وزبین شدنم با روز 31 موندم بلیط رو. خدا خواهد صحت شده شدم و امروز طاقت نکردم. برای شما خواستم یک نوار کردن نشانتی هم چه خیلی من سیب رو بریش میکنیم. بریشی در تک پیوندی M6 رو نیهول 2 ساله است، یعنی امسال 3 سالگیش میشود. الکی بسته بود من به شما نشان دادم. از همین سیب میده ترش است، لیکن من میبرم از این سیب. از این سیب من از سمرقند آورده در خالدین موندگی هستم و ماه اپریل خدا خواهد برآورده به شما نشان میدم که تو ماه اپریل چقدر نگاه کرده میشد. باز از خالدین گرفتم 1.5 ماه شد همین جانوری نگاه کرده شده. همدیگران عزیز، هوا که گرم شد وقتی درخت رو بریدن می شود، هوا خنک شد نبرید خوبش. من از سببی که کارم بسیار است بعد بهار دریا نمیکنم، برای حاضر بریده هم به شما نشان میدم، هم کاری خودم رو آسان میکنم. درخت ما از دور میبینیم، اول باید تماشا کنیم. درخت ما باید نودهایش انخیل این نودهایی که میبینید من خاک و کلونک خالته سلافه خط کشمول کردم، انخیل راست بود و اینا رو کمتر من اینخیل کردم. دیدید من این با خالته‌شو خاک گرفته پیچونده همین نوده راست رو سالکک خم کردم. برای چی؟ برای که نوده وقتی که راست میرود نمیبندد اونقدر، گلخانه نمیکند. نوده کج میشود بعد گلخانه پیدا میکند. نوده سیب نباید انخیل هوار باشد، باید کمی هم انخیل راست باشد، 10 درجه. لیکن این خیلی هم نباشد، این خیلیش هم نباشد که نمیبندد. من این سیب من باید اینو در ماه ایون آخرش همخه میکردم، اینجا پوری گلخانه میشد، لیکن افسوس نکردم. خیلی میگن عصرها زندگانی که عصرها آموز، ما میآموزیم و حاضر بریدن همین رو ما به شما نشون میدم. البته هر یک بریدن با خودش یک قاعده دارد، لیکن وقت قاعده را ما باید حتما ویران میکنیم، چون که درخت مجبور میکند که قاعده را ویران کنیم. درخت با اون قاعده که ما میخواهیم هیچ وقت نمیسبزد. درخت خودش چکلی خواهد هم کنه سبزد، ما باشد برو مجبور هر طرف روان میکنیم. من اینجا گلخانه ها کردگی 1 تا 2 تا 3 من در اون گلخانه بسیار دارد. این سال هم میبندد خدا خواهد. سال آینده میبینیم. این سیب تا ماه دکامبر در تورش میستد و بروشش رو چخل میکنیم. ما باید قطار داشته باشیم، یعنی یکم قطار انم کلونکای من است. ما باید به یک جا میپرتویم، دویم قطار باید سیب نودهایش هر طرف رود و شما میوه های نازنین رو تیاد. این کاری که شما میکنید 1 ساعت 2 ساعت در یک روز راحت چند روزه شما میشه در آینده. انا هم دیاران عزیز سر میکنیم با بریدن. میبینیم از قسم پایانی، این با ما در کار نیست، برای اینکه قریب در روی زمین آمده است. این برگش بسیار بود، من تازه کردم. این رو از بیخش میگیریم، ما در کار نیست. باز تماشا میکنیم. ما باید یه روزی اول رو از این طرف که مونیم این پایان رو میگیریم. اینجا 1-2 تا سیب دارد، گلخانه دارد. امسال نمیگیریم، امسال سیبش رو میگیریم و سال آینده خیبر اگر شود میبریم. امسال از روی خاطر گلخانه شده موندیم، گلخانه نمیداشت میبریدم. اینش گلخانه ندارد، اینش رو میبرم. اینش رو هم میبرم و میرویم دوام میدیم. اینجا یه روزی یکوی ما میشود. ما باید خالی باید کنیم. اینجا آمد، این بسیار نغز آمدگی است، خودش الکی پهلو زدگی است. بالا قسم بالا رفتگی رو ما میگیریم. موبایل رو خالی کردیم. برای چی موبایل رو خالی میکنیم؟ موبایل اینجا جنگل میشود. چی در کار؟ ما همینو میبندن با پرگی بس است. من اینش هم گلخانه دارد. ما این رو نه اینم اینجا با
زیادتی هست. این رو هم گرفتیم و همینجور رو نگاه کنیم. جای آفتاب رست شد، شمال رست شد و البته ما دوام این رو 1 2 3 حصه تقسیم کرده نوکش رو میگیریم. 1 2 3 حصه تقسیم کرده نوکش رو میگیریم. با از اینجا به با 5 میزند. این گلخونه دارد. این را این سال ما این خیل میزنیم. سال دیگه میبینیم یا 3 بخش رو گرفته از بخش میبریم یا میبینیم از این نهاده میگیریم. میبینیم اینجا رو میگیریم. اینجا رو میمونیم و نهاده رو بیرون روانه میکنیم. همون بقومی که بیرون رفته ایستاده است انمی رو ماده میبریم بیرون روان میکنیم. اینش رو هم همین خیل سال آینده اینجا پوری گلخونه میشد خدا خواهد. ما این خبت یکم رو توزه کردیم، خبت دویم دوام بدیم، خبت دویم رو نیست کوتاه میکنیم. از اینجا ما سال آینده گلخونه میگیریم، میوه گلخونه میگیریم. 2025 26 میوه میگیریم. و این رو بینید، اینم اون کده قواش رو داده با پیشروی ما و منمی لیدری ما بسیار میخواد برابر شود. این رو ما کوتاه کردنمون در کار. برای این ما میبریم نهاده طرفی بیرون میکنیم که نهادهش بیرون رود. در یه عروسی انا میخلر ما انا از اینجا میبریم. این طرف که رفت اینجا پر میشد، اینجا خالی است که انا دیگرش رو هم که 1 2 3 تقسیم میکنیم میبریم. 1 2 3 تقسیم میکنیم میبریم. من میدونم که در خانه های بسیار شما علاقه مابین 1 سال 2 سال در نیحال شنوندید، از من گرفتید شنوندید و حیرانید که چه خیلی برید. من این بریدن من است. باز تکرار میکنم هر یک بریدن با خودش قاعده دارد، لیکن قاعده رو ما ویران کردنمون در کار مجبور هستیم. هر یک درخت با قاعده نمیروید. من این نقض آمده است دیدید، لیکن بالا رفته است. این رو ما باز با این طرف روان کردنمون در کار یک تا بقومی بیرون بودگی رو نگاه کرده بالایش رو میبریم که این نهاده این طرف بیاید و اینش رو نیست. میبینیم تو اینجا سال آینده پر از گلخانه میشود و یک نهاده بیرون رفتگی موندگی میبریم. اینش رو نیست طرف بیرون مونده میبریم. اینش همین خیلی اینش رو بینید که این بسیار خمی بد کرد. ما حاضر این رو قفوتر میبریم بسیار که این در نزد وزن پایون بد میشود. پایون بد ممکن نیست. برید من یک تا اون همینه باید طرف برم و به شما نشون کنم که خیلی باشد. حال اینجا میمونیم. تو که تو که سواکک سواش برو رود و هر حال حالا این رو جیخیده پایان میکنه. انا اینجا دام باید ما نهاده گیریم. دوتا نهاده رو میمونیم، یک تا دوتا اینش رو میبریم. این دوامی نهاده ها میشود. خدا خواهد اگر خنک نزند اینجا دوتا نهاده میرود و این طرفش پر از گلخانه میشود. بهار پیش از شکفتن اینها علاقه قلب میگیرند. ما کلونکا را میگیریم چون که پومچه های تگی کلونکا باید شکوفند. الان هم دیاران عزیز نوکش موند. نوکش رو چخیل میکنیم. این نوکش لیدر است. الان ما یک قطار اینجا کردیم، یک قطار من اینجا کردیم، قطار دیگرش رو در اونجا کردن در کار. قطاری بالا در کردن در کار. برای بالا قطار کردن ما انا کل میبریم 3 طرف و لیدر رو نیز کوتاه میکنیم. انا اونجا لیدری ناو زده میبروید میرود و این زده موندگی های ناوده چه ها ناوده های ناو کرده هر طرف پریشان میشوند. انا این بود بریدنی درختی 3 ساله پینکلیدی. آدم تماشا کرده باز فکر میکند که همین چیکار کنم. همین رو من بسیارتر دراز موندگی هستم. فکر میکنم یک کوتاه کنم.
انا همجورین عزیز برای که ما قطار کردیم که تخمینا همین خیلی بریدیم و سال آینده دوام میتیم فکرونیمون رو از روی فکرونی روزی کمی بریم از روی فکرونی مغز سر یگانه این همین اصول است که افتاب درآید شامل گذر باشد وقتی ما دورو پشت میکنیم با همه جاش رسد جنگل نشود که اونجا انبول جای کسال میشود ما حاضر امروز خدا خواهد از این وقت که باز یک مویه خریداری کردیم از مغازه طرفی گلبوته نورش رو میمونم رقمش رو میمونم شما تماشا میکنید مویه بردوسی گفتگی چی گفتگی و پره همه وقت باید ما درخت رو شوییم یا اینکه شما عین حال 700 گرم کربامید رو گیرید در 10 لیتر آب عوض کرده با پرگی درختتون رو شویید تمام درختتون رو بغیر از میوه سیتروسی یعنی که لیمون و ماندارین اپلسین اینا رو نمیشویید ارچه و یولکا و اینا رو نمیشویید مگنولیا درختی که برگش ریخته است شفتالو زردالو همش رو شویید این سه رو حساب کنید که برگش ریختگی است چون که این برگ دیگه کار نمیکند هم خیلی الان که امانه زرد شدگیش معلوم است آن این بود همجاران عزیز یک نوار برای شما حاضر با یک نوار دیگه آید دورزنی میکنیم و رفته کسلی هم رو دوام میتیم در پناه خدا باشید